سلام خدمت همراهان عزیز. باتری که امروز براتون آماده کردیم برای تعویض سلولاش باتری تلفن‌های ماهواره‌ای هستش که با نام ثریا مدل‌های مختلفش در بازار موجود هستش. این باتری که می‌بینید یه باتری پک شده هستش که متاسفانه باتری یدکشون خیلی کمیابه و برای همین ما سعی کردیم که سلولای داخل اونو تعویض بکنیم. حالا من قبلا اینو باز کرده بودم، فقط صرف نشون دادن این که داخل این باتری ها از چه سل‌هایی استفاده شده. همونطور که می‌بینید این باتری ها 7.14 ولت هستن. در واقع دو تا باتری 3.7 ولت با هم دیگه سری شده و یک مدار داره که برای اون تعبیه شده. برای اینکه هم باتری با کیفیت‌تر و هم طول عمر بیشتری داشته باشه، ما از سلول‌های اورجینال آیفون استفاده خواهیم کرد برای داخل اینها که از دو سل استفاده میکنیم. باتری خودشون معمولا 700-800 میلی آمپر هستن، همونطور که روی پکاشون هم درج شده، ولی باتری که قراره براش گذاشته بشه باتری 1400 میلی آمپر، یعنی در واقع ظرفیت و مدت زمان شارژ این باتری 2 برابر خواهد شد. خب دوستان، همونطور که دیدین باتری ها رو داخل پک این باتری ثریا خارج کردیم. حالا مدار رو ازش جدا کردیم و قراره که این دوتا سلول جایگزین اون دوتا سلول قبلی بشه. همراه ما باشید. خب سلولا رو تعویض کردیم. دوتا سلول تقویت شده در واقع 1500 میلی آمپری رو استفاده کردیم به جای باتری های تقریبا 700 میلی آمپری. ولتاژش هم رو چک میکنیم. 7.7 آماده پکیج کردن میشه. خب همونطور که میبینید باتری داخل پک قرار گرفته، مدارم تعبیه شده و فقط باید این کاور دربار روش سوار کنیم و چسب بزنیم دیگه. آماده استفاده هستش. برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشتون میتونید به سایت و یا دایرکت بانک باتری مراجعه بفرمایید.